سلام دوستان عزیزم، حالتون چطوره؟ انشالله که مثل همیشه شاد و سلامت باشین و منتظر باشین که با هم یه دونه ترمین خیلی قشنگ حل کنیم. میگه اگه پی x مساوی 3x به اضافه m روی 6x به اضافه 4 باشه، حاصل m ضرب در پی 3 چنده؟ در حالی که چند جمله‌ای ثابته. چند جمله‌ای ثابته یعنی چی؟ میگه وقتی یک کسی قرار ثابت باشه، صورت و مخرجش دقیقاً باید شبیه هم باشن، منتها یکیش یه دونه ضریب داره. یعنی چجوری؟ یعنی اینکه من میگم که 3x به اضافه m روی 6x به اضافه 4 من تو رو مساوی k قرار میدم. الان 3x به اضافه m مساوی میشه با k در 6x به اضافه 4. خب 3x به اضافه m شد 6 تا kx به اضافه 4 تا k. من اینجا الان اینا رو میخوام مساوی همدیگه قرار بدم، یعنی بگم که ببین عدد ثابته یعنی 4k 3x هم یعنی همون 6kx. خب 6k چند میشه؟ 3x ها میرن، بعد k ما خواهد شد 1/2. خب از اون ورم m مساوی شد با 4 تا k. k چند بود؟ 1/2 بود. 4 ضرب در 1/2 شد 2. پس m مونم شد 2. خب حالا میرم میگم که px، مگه من تو رو مساوی با k قرار ندادم؟ این عبارت رو مساوی این بود، اینم مساوی k بود، پس px مونم میشه 1/2. خب حالا میگه m ضرب در پی 3. خب مگه ما نگفتیم ثابته؟ وقتی گفتیم ثابته یعنی اینم 1/2، اینم میشه 2. حاصل میشه چند؟ حاصل میشه 1. پس این تابع ثابت بود و جوابش این در اومد. گزینه بی هم انتخاب کردم. شاد و سلامت باشید. خدا یار و نگهدارتون.